57مین برنامه پاکسازی رفتگران استان خراسان رضوی شهر گلمکان 22 فروردین. ما فقط یه خواهش داریم، امروز به بزرگی خودتون هر بدی خوبی دیدی زیر پاتون بذارین و از این شهر رو نوع سپاسی هست که از طرف به سرکار خانم مریم پیروزبه مسئول محترم گروه رفتگران طبیعت خراسان رضوی دستیابی به طبیعتی پاک و زیبا در کنار جامعه پویا با شهروندان سالم و با نشاط آرمانی عظیم است که رسیدن با آن در سایه برنامه‌ریزی صحیح و همکاری تنگاتنگ که خدمتگزاران تحقق خواهد یافت.
در این راستا سومین همایش پاکسازی رودخانه زیبای گلمکان به همت دستان پرتوان شما عزیزان برپا گردیده و برگی دیگر از دفتر خدمت رسانی به شهروندان و همچنین طبیعت بکر گلمکان رقم خورد. از این رو به پاس تلاش‌های ارزنده تان لوح سپاس پیش رو تقدیم حضور می‌گردد. امید است در پناه ایزد منان و با توسل به ساحت ملکوتی سامون الحجت علیه السلام همواره پیروز و شاداب باشید. مهدی حیدری شهردار گلمکان، شرکت گردشگری شهر گلمکان، هیئت مدیره و مدیر عامل شورای اسلامی شهر گلمکان، جناب آقای مرتضی گلمکانی مسئول برگزاری.